یکی از موقعیت‌های خوب شهر کابل است، البته الت تاور که شما میتونید در تصویر هم ببینید، یک برج یا آسمان خراشه که و قسمت ساخت و ساز از این نقشش خارجی است، بیرونی و داخلی، و موادایی که ما کار کردیم عموما کلش خارجی است. مواد ساختمانی تعمیر عموما تا سیخ گل اینا کلش روسی است و موادایی که ما به حساب نلدوانی تعمیر کار کردیم کلش خارجی است که 50 سال ضمانت کاریش است. این میمانخانهش است که میبینیم که یک دیکور خاص ما از بیرون همین دیکور شده، داخل هم همیده دارن. از کدام کشوری مواد دارد؟ اینا ایران، ترکیه است. ایران. بله. یعنی فرق میکنه هر مواد از کشورهای مختلف آوردید؟ بله. 3 اتاق بله. 3 اتاق 2 تشناب و 4 اتاق؟ 4 اتاق 3 تشناب 4 اتاق. این رنگ که شما میبینید این رنگ جوتن امریکایی است. این 30 سال ضمانت داره. یعنی در هر اتاق الماری کار گرفته؟ این به خاطر از اینکه بلاک ما خودمون زندگی میکنیم، در بلاک جایداد نیست. فقط الماری است که خانه رو جمع میسازه. بسیار یک منظره مقبول از کابل زیبای ما داره یک قسمت که در کل تمام شهر کابل معلوم میشه. و قسمت سیستم UPS است دیگه. بله UPS هایش هست، BTU هایش هست. توانید زندگی کنید و مثبت فکر کنید. السلام علیکم. بهترین های پنجره افغانستان در آرزوی شادی و سلامتی هر یک شما عزیزا هستم. انشالله که دلهایتان پر از مهربانی و سلامتی باشه. عزیزای دل، خداوند توفیق عطا کرد تا یک بار دیگه هم در خدمت شما عزیزا قرار بگیرم. البته دست خالی نیستم، باز هم آمدیم تا یک برنامه بسیار زیاد مفید و یک برنامه خوب را تقدیمتان کنم. البته دوستان، جای خوشبختی است که در این اواخر بازسازی ها و آبادی ها در کشور ما بسیار زیاد شده و واقعا که یک حس خوب به هر کسی که در افغانستان شهروند است میتم. همچنان من خواستم یکی از آبادی های جدیدی که در شهر کابل شده را به شما عزیزا معرفی کنم. یک تاور یا یک برج بسیار زیاد مقبول و زیبا که در یک منطقه بسیار خوب است، در یکی از مکان‌های بسیار زیاد عالی بین بازار و یکی از موقعیت‌های خوب شهر کابل است. البته الت تاور که شما میتونید در تصویر هم ببینید، یک برج یا آسمان خراشه که فقط اینجا خانه یا آپارتمان رهایشی نیست، دیگه سهولت هم داره. بیننده برنامه ما باشین که تا معلومات بیشتر را در مورد این تاور حاصل کنیم و صحبت ها را داشته باشیم. این که چند واحد است و واحدایشان چند اتاقه است و همچنان فراموش نشه که مهمتر از همه قیمت واحدها است.
بیننده برنامه باشین، لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنین، ما را همراهی کنین. و دوستداران پنجره افغانستان، قسمی که براتان در ابتدای برنامه گفتم، آمدیم تا یکی از ساختمان‌های بسیار زیاد مقبول را در شهر کابل براتان معرفی کنیم. فعلا هم همراه من حاجی صاحب هستن که درباره از این ساختمان برای ما معلومات میتن. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ ان شاء الله خوش آمدید. زنده و سلامت باشین. تشکر. میشه که بر بیننده یک معرفی داشته باشین؟ ما آجیمل بنیاد هستم، مدیر مسئول تعمیر لیت تاور، بخش فروشات و ساخت و سازش. بسیار عالی. حاجی صاحب عزیز، خوش شدیم از آشنایی با شما. میخوایم در اولین پرسش از شما پرسان کنم درباره ساخت ساختمان، طرحی که ساختمان شده، همچنانی که چند طبقه است و موقعیتش که خیلی ها مهم است. درباره موقعیت شما معلومات بله، تشکر. موقعیت ساختمان خود در آخر قلعه فتح الله و سرک شهید شارنو موقعیت داره که در دو نفش سرک قرار دارد تعمیر و قسمت ساخت و ساز از این نقشش خارجی است، بیرونی و داخلی، و موادایی که ما کار کردیم عموما کلش خارجی است. فعلا هم قرار داریم امی مدیریت رسپشن و میهمانخانه عمومی فامیلیا است. منزل اولش است. بله، که شما میبینید تمام کارهای بیرونی است که ما آوردیم اینجا ساخت. واقعا که حاجی صاحب طرح دیکور بسیار مقبول است و بخصوص شما بخش رسپشن اینقدر عالی در نظر گرفتین، اینقدر دیکور عالی کردین، تصاویر که است و سنگ فرشایی که است، همچنان در قسمت های دیوار هم سنگا کار شده، بسیار مقبول معلوم میشه. تشکر، زنده باشین. اینطور است که حال دنیا به پیشرفت است. ما هم کوشش میکنیم که یک چیز بهتر که بتانیم به دنیای کشورهای بیرون از افغانستان خود برابر بسازیم. انشاءالله که موفق شدیم میتونیم که این کارا رو بکنیم و فعلا هم همین مواد ساختمانی تعمیر عموما تا سیخ گل اینا کلش روسی است و موادایی که ما به حساب نلدوانی تعمیر کار کردیم کلش خارجی است که 50 سال ضمانت کاریش است. دیگه بیرون خو خشت و سمت و اینایش که هست معمولا از زمین افغانستان خریداری میشه دیگه. و منظرهایی را که شما گفتین، منظرها ما کوشش کردیم که از لیت تاور خود تمام افغانستان کسایی که زندگی میکنن یا میهمان میان بتونن ببینن، چون عکسای بسیار تاریخی را ما نصب کردیم از هر ولایت است. بله، و این ساختمان 14 منزل است که 2 منزل پارکینگ موتر داره که تقریبا 26 بسوه جای است و 12 منزل مکمل رهایشی داره. بله. دوستا درباره مواد ساختمان حاجی صاحب صحبت کردن که گفتن تمامش از خارج از کشور است و خوبیش اینمی است که هر قدر معیاری باشه، هر قدر استاندارد باشه، همقدر کیفیت بالا می داشته باشه و در کل و هموطنانم دنبال جای می باشن که کیفیت بالا داشته باشه و زود خراب نشه، یعنی دائمی باشه. مثلا میخواین یک
خانه را بخرن یا یک جای زندگی کنن جای باشه که دائمی باشه برشان؟ بله، ما امی سپلای تعمیر که انداختیم برای 25 منزل است. ما فعلا 14 منزل داریم، یعنی مقاومت از این در زلزله خیلی بالاست، چون ما 25 منزل سپل انداختیم و مصرف زیادی که ساختمان داره امی سپلایش است که تعمیر استاد است. انشالله ما با هموطنان خود با اطمینان کامل میگیم که بسیار پخته‌کاری شده و کارش برای 25 منزل است. فعلا ما 12 منزل رهایشی داریم. دوستا شما اگر تصاویر از بیرون ساختمان هم دیده باشین، بسیار یک دیکور دیزاین عالی داره. همین قسمتایی که سنگ کار شده تمامش. میشه درباره از این معلومات بدین؟ این دیکور دیزاین هم تمامش از خارج از کشور است یا معمارای داخلی خود ما طرح دادن؟ انجینیر اصلی ساختمان از کشور دوست ما ترکیه هستند که نقشه اونا کار کردن، دیزاین اسکلت بندی تعمیره و دیکور دیزاینش هم همکارای از اونا از همون کشور هستن که داخلی را دیکور کردن، کار کردن. ما فقط اینجا توسط کسایی که مسلکی هستن، بخش نجارا هستن، نلدوانا هستن، ما از اینا استفاده میکنیم، اما طرح و دیزاین همش از خارج است. دوستا قسمی که میبینین و حاجی صاحب هم گفتن این بخش که است بخش مهمانخانه الت تاور است و یک خوبی دیگه که قسمت داره ای است که یک ریسپشن بسیار عالی هم داره که بخش ریسپشن یا معلومات هم در نظر گرفتن و من فکر کنم اولین جایی است که بخش ریسپشن و مهمانخانه در نظر گرفتن و او هم به این زیبایی. بله، ما ولایت یک فکر کردیم چون امیال امی خودش یک واحد 4 اتاق است. ما صرف به خاطر از این چون بعض وقتا می باشن ما شما در خانه های خود فامیل میمان می باشه، یک دوست رفیق میشه همینجا امرایش یک چای بخورن، همینجا امرایشان چون سیستم مرکز گرمی داره گرم است دیگه، میشه همینجا ملاقات کنن. هنوز چی تپ از این مانده که ما سیت میکنیم که یک محفل خوشی میشه. رای دیگه هم داریم برای فامیلیا که میشه گنجایش 70-80 نفر داره و پایان هم تا 2000 نفر برای یگان محفل خدا دور داشته باشه، غم خوشی غم باشه، داریم گنجایش، امکانات همه چیز هست انشالله. واقعا یعنی تمام سهولت‌ها در نظر گرفته شده. دوستا بسیار عالی است. حاجی صاحب بر من بگین که الت تاور چی مدت زمان در بر گرفت تا ساخته شد؟ الت تاور تقریبا 7 سال در بر گرفت. بله. به خاطر از اینکه انجینیرایش خارجی بود، اینا تا که می آمدن کارا پیش می برد و دو دولت هم تیر کردیم و از دو دولت امر قانونی شکر داریم که هر واحدی که ما مفروشیم قواله شرعی برشان میتیم، امرای میتر مستقل برق. بسیار عالی. موضوع بسیار ارزنده و مهم حاجی صاحب یادآور شدن که همین اسناد واحدا و اسناد خود ساختمان می باشه که گفتن قواله شرعی است و هر کسی بفروشه. بله، چون ما در وقتی که امر گرفتیم، امر ساختمان 2% پول قواله هر واحد ما از طرف خود تحویل کردیم. فقط 1% میمانه و کسایی که میخرن، فامیلای محترمی که میخرن اونا پرداخت کرده انشاءالله قواله به دست میگیره. بسیار عالی، بسیار عالی است. خداوند شما را اجر بده. بر ما درباره مساحت کلی ساختمان بگوین، چقدر مساحت داره؟ ساختمان کلا 13 بسوه است. بله دیگه مساحتش کلان است دیگه، تقریبا یک بخشش فامیلیا است که بیرون یک بخش یک رستوران بسیار مقبول ما جور کردیم که بیخی مستقل است، صرف به خاطر نام و نشان همی تعمیر که برای ابد بار انشالله واقعا عالی است. قسمی که دوستا من گفتم که تمام سهولت ها در این ساختمان در نظر گرفته شده اونمو گپ است. بر علاوه مهمانخانه، ریسپشن و واحدهای رهایشی که است، پارکینگ که است، اینجا رستوران هم داره که مختص بر خود ساختمان است دیگه. بله و گپ خوبی است که ما در قسمت خدمات ساختمان بسیار کارهای خوب کردیم که مثلا چای فاضلاب ازی است که بسیار کلان است، تصفیه کنندار است، باکتریایی است که تخلیه نمیشه و سیستم برق 50% سولار است که ریسپشن، نمای بیرون، دالیزا، آشپزخانه اینا همش با دو لفت کلانه که داره تمامش سولار است. بسیار بله. و در کل در هر منزل چند واحد است؟ ما فعلا در هر منزل 8 واحد داریم.
که 4 به طرف راست است، 4 به طرف چپ، جداگانه به خاطر بیروبار فامیلا ما جور کردیم که هر منزل ما 4 اتاقه داره و 4 هم 3 اتاقه داره. بسیار خوب. در کل همی 3 اتاقه و 4 اتاقه؟ بله. خب دوستای عزیز، درباره ساختمان صحبت ها را داشتیم و همچنان بخش مهمانخانه و رسپشنی که یکی از دختر خانم‌ها هستند و فعال است. میریم طرف واحدها و آپارتمان های ساختمان که ببینیم که همه قسم که ساختمان مقبول است. من مطمئن هستم که واحدهاشون با استاندارد و معیاری ساخته شده. میریم واحدها را میبینیم. درسته سازیسه؟ بله، چرا نه. وطندارای عزیزم، قسمی که بیننده برنامه ما هستین، براتان معرفی یکی از تاورهای بسیار زیبا را داریم که الت تاور است و همچنان صحبت ها را داشتیم درباره خود ساختمان و فعلا هم اومدیم قسمی که براتان گفتم در بخشی که واحدا است. البته دهلیز به 2 طرف تقسیم شده دیگه. بله، که 4 واحد به یک طرف است، 4 واحد به طرف دیگه که به خاطر بیروبار ما این تقسیم بندی را کردیم. بسیار عالی و مقبول و معلوم میشه. دوستا شما میبینین فعلا ما در دهلیز هستیم که 4 واحد اینجا وجود داره. دهلیز هم مثل رسپشن بسیار زیاد مقبول، زیبا، دیکور دیزاین شده و سنگای بسیار مقبول اینجا کار شده. درباره اینا برام معلومات بدین. این سنگا ما گفتیم که ما از کشور ترکیه خریداری کردیم به خاطر همین نما و زینت و یکی همین ضمانت کاری ازی که کسایی که زندگی میکنه حداقل یک 10 سال 15 سال از این ریخت و شکستگی بی‌غم باشن، مقاومت داشته باشن.
دلیلی که قرار تصاویر را در نظر گرفتین به خاطر دیکور دیزاین اینجا، قبلا هم گفتین که خواستین که از هر قسمت افغانستان یعنی اینجا تصویر داشته باشین و ریسپشن قبولش داریم. در این قسمت های دهلیز در نظر گرفتین واقعا مقبول معلوم میشه. بله ای ما تا منزل آخر 12ام کلش همین منظرهای افغانستان است، از کوهستان‌هایش است، از آبشارهایش است، کلش ما تا آخر کار کردیم که یک جلب توجه داره. یک کسی که در دهلیز بالا میشه حداقل اینمیا ذهنش مشغول میسازه. و خوبیش هم این است که تصاویر از کشور خود ماست، کسایی که ندیده باشن و میبینن بسیار برشان آرامش بخش است. دوستای عزیز معرفی رو شروع میکنیم از یکی از آپارتمان ها، همچنان منتظر قیمتان باشین. اینجا در کل آجی صاحب گفتن آپارتمان ها 3 اتاقه و 4 اتاقه است. بله. که شروع میکنیم از این آپارتمان. درست است؟ بله همین آپارتمان 3 اتاقه است. بفرمایید. به به ماشاءالله، نام خدا بسیار مقبول. این دهلیزش است، آشپزخانه و پنش است که اجاق گاز و هواکش خودش نصب ما میکنیم. اینجا کلش اینا است بیرون آوردیم، بیرون از کشور. از کدام کشوری مواد دارد؟ اینا ایران، ترکیه است. ایران، ترکیه. بله. یعنی فرق میکنه، هر مواد از کشورهای مختلف آوردیم. بله از کشورهای مختلف است. به خاطر کیفیت و کارش ما خودمون جایی که زندگی میکنیم باور کنیم که ما در 2 ماه امی مخلوط کنای آشپزخانه از این بنج کار نمیکنه. اینا خودشان فیلتر داره و 2 سیستم کار میکنه راحت و اجاق گازایش 5 خانه است. میبینی که یک سهولت خودش در نصب سنگ است، در روی ماندگی نیست دیگه. ایام اتاقایش است که یک تشناب داره در دهلیز، یک تشناب کلان داره. در کل چند تشناب داره؟ 2 تشناب داره 3 اتاقای ما. بله 3 اتاق 2 تشناب داره. و 4 اتاقا؟ 4 اتاقا 3 تشناب 4 اتاق. بسیار خوب. و دوستا بسیاری وقتا که ما ثبت میکنیم برنامه در آپارتمان ها، این موضوعی که بسیار دوستای ما هموطنای ما ذکر میکنن در کامنت ها، مواد لوازم است که در آشپزخانه و تشناب به کار گرفته میشه که میگن باید که با کیفیت باشه و زود خراب نشه. بله ما قسمت که شما میبینید تمام از اینا رو ما از بیرون خریداری کردیم. بسیار خوب. تمامش شاید خارجی است. دمی دیزاینا باشه اما کیفیت ایره ندارن. مطمئنا اینا کیفیت بالا دارن، قیمتشون بالا است. بله طبعا دیگه. ما پشت قیمتش نگشتیم، خواستیم یک چیز خوبتر و با استاندارد باشه. همچنان حدیث درباره آشپزخانه صحبت ها هنوز مانده که مثلا درباره الماریاش بر ما معلومات بتین. الماری بسیار مقبول به رنگ سفید. این الماری ها را کلش انجینیرای وطن خود ما و شما و تختایش میبینیم که متالیک ایگلاس است. بلندترین تخته امی است که هم واترپروف است و هم یک جلای خاص داره این تخته که ما تمام آشپزخانه الماری ها را ما از این تخته کار گرفتیم و دیزاینش هم شما میبینید که رنگای بسیار سنگین 3-4 رنگ ما کار کردیم که از سنگش گرفته کلش اینه کیفیت های بالا را ما انتخاب کردیم. پایان اصلا کار نکردیم. خیلی معلوم میشه و هر قدر کیفیت بالا باشه همونقدر همشهریام همونقدر خوش میکنن، راضی میباشن. ما به خاطر همین همشهریای خود کسایی که جمعیان زندگی میکنن، چون ما خودمون منزل آخر خانه است که هر روز برای ما نگوین که مثلا این میده شد این خراب است. از اون خاطر چیزی را کار کردیم که حالا مردم هم همگی میفهمند ساختمان و ساخت و ساز همگی بلد هستند انشاءالله که میبینن. اینی دروازه از این خار و روسی است، این ضد رطوبت و ضد هوا است، چون پی وی سی حالا فعلا نتیجه و خطر نمیده. ما چوب از این خود ما خریداری کردیم و برشکاری کردیم، نصب کردیم، ضد هوا است. دیگه این میمانخانه میسی و اتاقی است که ما شما قرار داریم. ماشاءالله خوبه. الماریایش کلش میبینید تختی های گلاس است، این بهترین تخت است. بسیار عالی و یک نمای بسیار زیبا هم داره از منطقه شهر نو. بله 4 طرف حتما انشالله و یک خوبی که داره مکمل افتاو داره اینو. بسیار خوب. بله. هم گرم است و هم فول افتاو داره اینو.
و خصوص برای فصل زمستان که این دوستا دیگه زمستان آمد هفته بسیار مهم می باشه که امی واحدا آفتاب رخ باشه. بیشتر هموطنای ما پیشتمی میگردن که جایی را بریم انتخاب کنیم یا خریداری کنیم که آفتاب رخ باشه، سیستم منظم مرکز گرمی داشته باشه. اینجا چگونه است سیستم مرکز گرمی؟ اینجا ما دو دیگه چلکی ترکی داریم، اتومات است که از زغالای بادامی میخوره، بسیار کم مصرف است، دود مرداری نداره دیگه. این تمام دو دیگ است و میبینین جایش که پلیتاش نرسیده تا حالا که ما هنوز پلیتاش نصب نکردیم که بخیر ما بخیر پلیتاش نصب میشه دیگه. سیستم مرکز گرمی ترکی است، بسیار خوب ترکی است. بله و مو با کیفیت ترین هم ترکی است. بله حتی ما پایپای فلزیش مکمل روسی کار کردیم به خاطری که کم از کم 30 سال مقاومت داشته باشه در مقابل هوا. بسیار خوب. بله دوستا، قسمی که دیدین و حاجی صاحب هم گفتن این بخش اتاق مهمون خانه بود که واقعا یک اتاق دلواز و کلان و همچنان آفتاب رخ. یا اتاق بعدی است که اتاق دوم است. نام خدا، یعنی در هر اتاق الماری کار گرفته. این به خاطر از اینکه بلاک ما خودمون زندگی میکنیم، در بلاک جایداد نیست. بله. فقط الماری است که خانه رو جمع میسازه و ما هر اتاق میبینیم که الماری های کلان حتی برای لیاف و کمپل و بستره ما جایش جور کردیم که در روی خانه نباشه، منظم باشه. بله که هر اتاقش الماری داره. با خصوص خانم‌ها باز بسیار پشت آپارتمان‌های میگردن که الماری داشته باشه که کل وسایلشان منظم در جای شود. بله ما تمام می فکرها رو کردیم، کار کردیم که خدا کنه که کسایی که اینجا خانه میگیرن خوششان بیاید از کار ما، از دیزاین ما. غیر از ما بالا که کارهای ما فعلا نجاری کار نکردیم، همین حالا دوستایی که خریدن خودشان فرمایش میدن. کار از ما فرمایش، رنگ، دیزاین و از ذوق ما. و سلیقه بله خودشان. او رقم هم میکنیم، مشکل نداریم. و دوستای قسمت ها میبینین که اتاق است که با بالکن هم راه داره دیگه. بله اتاق دیگه با بالکن راه داره، یک کلکین داره. نام خدا بالکنش کلان است که هر دو اتاق در بر گرفته. بله کلان است. این معمولا برای لباس سوار کردن و اینا خوب است، یک جای داره و خوب است. افتاو داره. مهم افتاو است. دوستای اتاق هم دیدین که اتاق نشیمن است و با دیزاین عالی، با الماری های کار شده، همچنان قسمت چتش لایتینگ بسیار خوبش کار شده. بیننده برنامه باشین، میریم اتاق بعدی رو معرفی میکنیم. همچنان واحدهای 4 اتاقه هم مونده. و فعلا هم آمدیم به اتاق سوم در واحدهای 3 اتاقه که شما دوستا میبینین که این قسمت هم خلاصه واحد دیگر 3 اتاق آفتاب رخ است. بله همین اتاق خوابش است که تشناب هم داره و رای برنده هم است که لباس سوار کردن یا مثلا یک استفاده از یا میکنه. مکمل افتاو داره. واقعا دوستان در تصویر میبینن که نمای بیرون هم خوب بسیار مقبول معلوم میشه و آفتاب رخ هم است که هر 3 اتاقش آفتاب رخ است و سیستم برقی که قبلا هم توضیح دادین باز هم میخوایم یادآور شیم چون برق و آب و مرکز گرمی بسیار زیاد مهم می باشه. بر ما درباره برق آپارتمان ها و واحدهای ساختمان معلومات بدید. برقش رهایشی است، میتر مستقل بر هر واحد است که کسی که زندگی میکنه او میتر مستقل و کتابچه صفاییش است به نام خود شخص می باشه و سیستم آبش که از چای عمیق است که 260 متر بسیار یک آب شیرین و صاف و پاک است که ما استفاده میکنیم از او و برق مکمل تعمیر خودش برج مستقل داره که 3 سیستم برق است
که برق جنراتور است، برق شهری است و سیستم سولار است که 50% از سولار چون یک ذره بی برقی است. ما مد نظر گرفتیم که تا آشپزخانه ها اینا کلش سولار است. تمام واحدات در کل تمام ساختمان بله. این سیستم سولار است، شما میبینید برق نیست. ما همین سولار را میخوایم سیستم شدگان بزرگتر بسازیم که مکمل واحدار ما سولار برق بده. واقعا بسیار خوب میشه به خاطر کمبود برقی که وجود داره و برق یکی از نیازهای بسیار زیاد مهم زندگی است که وقتی که دایی وقت سال می باشه برق نمیشه مشکل میشه و خوبیش است که شما 3 نوع برق در نظر گرفتین. واقعا عالی است. بله چون سیستم مرکز گرمی که هست در یک سیستم برق نمیشه و باید 2 سیستم برق داشته باشن که جنراتور است و برق شاری دیگه و روشنی هم با سولار 100% فعلا در این شرایط ما شما ضرورت داریم که ما باز بالا شما را به تصویر نشان میدیم که ما سیستم سولار ذخیره آب ما کلش پوشانده بسیار منظم ما جور کردیم. بسیار عالی. دوستان میریم واحدهای 4 اتاقه رو میبینین، همچنان منتظر قیمت ها باشید. فعلا هم آمدیم با یکی از واحدهای 4 اتاقه الیت تاور که شما در تصویر میبینین. نام خدا بسیار زیاد مقبول اینجا دکور دیزاین شده که اوجیسای دربارش بر ما معلومات میدن. این 4 اتاقه 2 نفشه ماست که فول افتاو است. دیگه قسمی که شما میبینین دروازه یک تشناب داره. بسیار خوب. دم دروازه. دیگه اوپن است آشپزخانهش بله. و نقشه که ما دیزاینی که از ترکیه برای ما روان کرده معمولا که آشپزخانه جای خانم است. بله. و همیشه روز خود همیشه سپری میکنن. به او خاطر ما یک میز LCD هم زدیم که میز نانخوری اینجا میایه و قسمت هم آشپزخانه بیخی یک چیز نو است که ما در میهمانخانه میز تلویزیون کار نکردیم، صرف به آشپزخانه که زیادتر وقت خانم‌ها هم اینجا هستن. بله. وقت خانم‌ها اینجا بود طفلام هم اینجا میباشن. بله دیگه طبعا تلویزیون هم باید همینجا باشه. واقعا دوستان اینجا رو میبینین آشپزخانه را که البته قبلا هم درباره صحبت کردیم، درباره سنگ کار شده، الماریایی که کار شده، درباره تمامشون صحبت کردیم. همچنان دستشوی بسیار خوبش است که به رنگ طلایی کار گرفتیم. بله ما این 3 رنگ داریم از این دستشوی و مخلوط کنش بسیار خوب که واز میشه و هر طرف میره تا میتونین سنگ بشوین و اما قسمی که شما دیدین این همطور جا گازش هست و این جای عود هواکشش هست که اینجا نصب میشه که هوای آشپزخانه رو بیرون میکشه و هوا هم سیستم ریموت دارش هست. ما بسیار یک سیستم خوبش گرفتیم. دیگه اینجا یک تشناب دیگه هم هست. بله یک دالیز دیش یک طرفش یک تشناب دیگه داره که رنگایش میبینین متفاوت است. سیت است یا اگر سیاه کار شده سیت سیاست، اگر نقره است میبینین که تمامش با مون رنگش است. بله واقعا که ترکیب رنگا بسیار خوب در نظر گرفته شده. بسیار مقبول. الماریایش میبینین که اونجا فولادی کار بود، قوایی کار شده. این تو رنگا فرق میکنه و این یک اتاق از زمین 4 اتاقه ما شماست که یک تشناب هم داره و در کل قسمت که گفتین 3 تشناب داره. بله که کماتش حتی سیاه کار شده و سیستمش تغییر کرده تا شاور و اینایش که با رنگ کمات کار شده یا یک سیت است که 3 تشناب 3 سیت کار شده 3 رنگ. و یک خوبی دیگه هم از دوستا که میبینین سطح آپارتمان هم پارکت در نظر گرفته شده تمام. بله یکی پارکت و یک خوبی که ما کار کردیم تشنابا بلند است. بله که آب نره بیرون. بله از کف اتاق بلند است به خاطری که رطوبتی که تشناب می داشته باشه داخل نبیه. بسیار عالی است واقعا که دوستا شما میبینید در تصویر. همچنان دکوریشن سطح بالایی که قبلا هم دربارش صحبت کردیم که اینجا بسیار دکور مقبول شده. الماریای بسیار خوب کار شده در هر اتاق و این اتاق دوم است از واحد 4 اتاقه.
این میمانخانهش است که میبینین که یک دیکور خاص ما از بیرون امی دیکور شده، داخل هم امیره داره که از دو طرف افتاو داره و یک برنده بسیار مقبول داره. بیرون نام خدا برندهشون کلان است، حتی میتونن که فامیلا اینجا بشینن. این طبعا برای کسایی است که یک گلدانی چیزا بس سلیقه خودشان بله، چون نزدیک میمانخانه است دیگه. و بسیار خوبی همی است که در موقعیت بسیار خوب است ساختمان که یک طرف قلعه فتح‌الله و یک طرف هم شهر نو دمی بهترین موقعیت انتخاب کرده. بله، موقعیتش بسیار خوب است و رنگ را که شما میبینید این رنگ جوتن امریکایی است. این 30 سال ضمانت داره، این برس میشه، شستشوی میشه، بخی یک رنگ خاص است. تمام ساختمان از این رنگ تمام ساختمان همین رنگ جوتن است که کسای ساخت ساز میکنن اونا میفهمن که رنگ هم قیمتش بالاست هم کیفیت از بسیار بالاست. واقعا رنگشون بسیار مقبول است و این قسمتاش که چتکایی میگن فکر کنم امی رنگمالای ما و شما که در خارج از کشور اینا کار کردن، این رنگ جوتن امی رقم کار میشه، یک دیزاین داره و در زیادتر ساختمان ها شما دیدین که رنگ کار میکنن. وقتی که رنگ خراب میشه کسی آبی رنگ میکنه، کسی زرد رنگ میکنه، تعمیر نمای خود از دست میده. ما با او خاطر رنگ کار کردیم که هیچ کس نه بتانه رنگ کنه و نه تخریب شوی که رنگ کنه، مقاومت بالا داشته باشه. بسیار عالی، واقعا عالی است دوستا، شما خودتان میبینین دیگه. دوستا این قسمت بالکن یا برنده بسیار یک نمای مقبول هم داره از بیرون که شما خودتان میبینین. همچنان با اتاق دیگه هم راه داره دیگه، از کلکین داره. بله، یا خودش راه داره، مثلا برای یک چیز ماندن یا گلکاری زیادتر خو اینجا در جایی که ما دیدیم زیادتر بلاکا میخوایم که سرسبزی داشته باشه. و هم از بیرون یک نما داره، هم داخل یک خوشبویی خاص داره برای داخل میمانخانه یا اتاق. بسیار عالی است دوستان. بازم بیننده برنامه باشین، همچنان قیمتا فراموش تا نشه که در اخیر برنامه قیمتا رو هم ذکر میکنیم. عزیزای دل که بیننده برنامه ما هستین، این هم اتاق سوم از واحدهای 4 اتاقی ساختمان الیت است که باز هم باید ذکر کنم چون یک نکته بسیار مهم است که این اتاق هم کاملا آفتاب رخ است که شما خودتان هم در تصویر میبینید و واقعا که امی زاویه انتخاب ساختمان بسیار عالی بوده که تمام واحدها آفتاب رخ آمده. بله، این خوبیش است که پیشروی ما حوزه دهم امنیتی است که این طرف دیگه بلند منزل بالا نمیشه و روشنایی افتاوزی یعنی هیچ وقت گرفته نمیشه. این دائمی است و این اتاقای خوابش است که شما میبینید که ما به هر اتاق برای لباسش و برای بسترش که من بیشتر براتون یاد کردم انوالی از بیرون خرد معلوم میشه. اما ما پیش از پیش چوکات از ایران از کانکریت مانده بودیم. این برای لیاف و بستره و این گپای کسایی که زندگی میکنن بالا و پایان از این جای آزاد داره که میتونن هر چیز خود بانن اینجا. کلا تمام وسایلشان که ضرورت یک خانه است منظم در الماری جای میشه دیگه. ضرور نیست که مثل سابق واره بکس باشه و یگان چیز دیگه باشه. حالا نام خدا سیستم ها همگیش پیش رفته. واقعا جای افتخار است که در کشور ما چنین مکانهای وجود داره و خداوند خیر بده این قسم کسایی را به شمول حاجی صاحب که این قسم جای‌ها را میسازن جور میکنن تا مردم در سهولت باشن. دوستان یه اتاق 4 است و بازم یک اتاق آفتابرخ با الماری که داره و رنگی که در اتاق کار شده برای رنگ داخلی اتاق معلومه. این رنگ داخلی رنگ‌های آف وایت است که این بهترین کمپانی هست که ما در کار گرفتیم که تا شستشویی میشه دیگه، به خاطری که کسایی که مثلا اینجا واحد را که میخرن آینده چون رنگ از این رنگ بسیار یک میبینیم مثل موره واره رنگ است، دانه‌دار میگن. دانه‌دار بله. این رنگ حتی قف میشه، شسته میشه، بسیار منظم و خوب یک کیفیت خود داره و بلندترین رنگ است در افغانستان که ما بیرون داخل استفاده کنیم. بیرون خب گفتم براتون که جوتن از امریکایی است دیگه. اینا میرن باریای همه چیزش هست که شما می‌بینید که بسیار کلان است. تو انواریای 50 سانتی نیستی صرف برای بستره و اینا است که در روی خانه مانده نشه. باید کلش برای هر چیزش
ضرورت خانه ما انواریای شده مو اتاقا کار کردیم که اتاقای خوابش هست دیگه. همین دو اتاق را که ما شما دیدیم و همین اتاق آخر که همگیش میبینین پارکت‌های چوبی کار شده و منظم. بسیار عالی. و دوستای عزیز، شما قسمی که بیننده برنامه ما هستین، دو واحد براتون معرفی کردیم که 3 اتاقه و 4 اتاقه بود. البته تا آخر ساختمان تمامش به همین دیزاین یک دیزاین و نقشه است، فقط در 4 اتاقه یک کم فرق است. اما از منزل اول تا منزل 12 کلش یک نقشه است. بسیار عالی. بله، فقط منزلایش فرق میکنه دیگه، دیکور داخل و بیرون یک چیز. بسیار عالی واقعا. که و دوستا درباره سهولت‌هاشون که بر ما معلومات دادن حاجی صاحب که از جمله خدمات ساختمان بود و پارکینگ، رستورانتی که یادآور شدن که در اینجا است و ساخته شده، همچنان برق سولری که دارن دیگه. دوستا یک مکان بسیار عالی است و بازم وقت قیمت هنوز نرسیده، منتظر قیمتا باشین. یک سوال که فراموش نشه حاجی صاحب، واحدهای 4 اتاقه مساحتشون چند است؟ همین واحدی که فعلا ما شما هستیم 2 نفش داره، 180 متر مربع است. بسیار خوب. و 3 اتاقه؟ 3 اتاقه 140 متر مربع داریم و 120 متر. بسیار عالی. فقط خرد کلان داره دیگه. دیزاینش یک چیز است. فقط شاید در رنگ تفاوت باشه. بله، فقط در افتورخ و سایه رخ و رخ سرک و اینی تو گپا فرق است دیگه. کلا معمولا یک چیز است، دیزاینش یک کار شده. عزیز و نازنینم، سپاسگزارتان هستم که بیننده برنامه ما هستین. همچنان بیننده باشین که قسم کاجی صاحب گفتن 4 اتاقا بعضی هاش یک کم تفاوت داره. ما هم آمدیم تا می دیزاینا و دیکور تمامش در کل یک چیز است، فقط خواستیم که می تفاوت بر شما عزیزان نشان بدیم. کاجی صاحب تفاوت 4 اتاقا در چیه؟ تفاوت فقط بسیار اتو کلان نیست، معمولی است. فقط در میمانخانه یک کم فرق آمده دیگه. اتاقش میبینین که یک برنده از او در نوش خورده، از این در وسط برنده خورده دیگه. میمانخانهش فقط در اندازش کم خورد کلان است که کلانتر است. و بریم میمانخانه رو ببینیم که دوستان ببینن. ماشاءالله واقعا کلان است. این هم کلان است و هم تا آخر افتاوش است. یا واحدای هستند که فول افتاو دارن، یعنی از صبح تا به شام که این میمانخانه فرقش فقط شما میبینید که یک تشناب اضافه شده در این میمانخانه و مساحتش هم کلان است. این 4 اتاقا و 3 اتاقا که هستن در کل همین تمام 4 اتاقا یک مساحت داره یا مساحتشون فرق میکنه؟ فرق میکنه. او قبلیش که من برای شما معرفی کردم 180 متر مربع بود و این 175 متر مربع است، 5 متر خردتر است و تا 155 متر ما 4 اتاقه داریم. در سمت‌های دیگه تعمیر که 2 4 اتاقه دیگه هم است که مساحتش کمتر است. اینا کلان، همون کلانایش است که مساحت کلان دارن اینا.
فعلا ما در تخت بام به ایلت تاور قرار دارم که شما در تصویر میبینید. نام خدا بسیار یک منظره مقبول از کابل زیبای ما داره یک قسمت که در کل تمام شهر کابل معلوم میشه. و قسمت که میبینید تپه وزیر اکبرخان است، منطقه شیرپور و قلعه فتح الله، در کل تمامش معلوم میشه. آجی صاحب نام خدا بسیار این قسمت ساختمان مقبول است. بله تشکر. ما باور که هر بار که میایم یعنی زنده میشم، به خاطر که میبینم نام خدا ساخت سازه. بله بله. همین نمود شهر نو، قلعه فتح الله، تیمنی، کلوله پشته تا و شرک عربای قصبه معلوم میشن و شما میبینیم که بسیار نام خدا یک نمای مقبول داره و تعمیر ما هم دمی وسط همگی زی مقبولیا قرار داره. بله دیگه شما خودتان میبینید. خوبی ای است که در مقابل و اطراف ایلت تاور هیچ ساختمان دیگه نیست. نه خیر، نه، میبینید که بسیار دور است. بله. و چهار طرف ما دو طرف سرک است که امکان نداره که نزدیکش بلند منزل شود و مقابل خود تعمیر ما حوزه امنیتی، حوزه دهم است که هیچ امکان نداره که اینجا بلند شود. دیگه از این لحاظا بسیار یک موقعیت خوب و هفته‌اش میبینین که از پایین تا بالا روشناییش. اینجا دیگه طبقه 14 است. بله، این طبقه 14 آخر تعمیر است که تخت بامش است و این قسمت ذخیره‌اش است که ما پوشاندیمش که از میکروب و خاک و ایگپا او آشامیده نیستی. ما بار اول است که قسم یک چیز میبینم که ذخیره رو پوشاندین امروز شیشه که بسیار خوب است که در زمستان یخ هم نمیزنه. بله، هم یخ نمیزنه و هم امی خاک آلودگی که از طرف شما میبینین که هوا چقدر خراب است و اینا دمیجا ما پوشاندیمش محفوظ میباشن. بله، و یکی گفته خودتان که یخ نمیزنه. و سیستم سولار هم سر بامش است که سیستم کاملا داخل امی است. بله، درباره سیستم سولار صحبت هم کردیم. بله، باز میتونن ببینن در تصویرم که گپای ما تمامش حقیقت است. بله، انشالله ما با مو خاطر گفتیم که شما ببینین. واقعا که زیباست. واقعا دوستا شما میتونین ببینین. به نظر من یکی از زیباترین و مقبولترین و در بهترین موقعیت قرار داره ایلت تاور که اون قسمت هم یکی از تپه است که نامش فراموش شده. بالای سر کلوله پشته است. بله بله. اون برج بالای سرش است. دیگه این طرف راست قلعه فتح الله است، کلوله پشته است، تیمنی است. تا کوی تلویزیون صاف می‌بینید تمامش معلوم میشه. اما تا بسیار مقبول، یک منظره بسیار زیبا داره. واقعا به گفته حاجی صاحب که آدم اینجا بیایه هم اصطلاح هم ما مرده زنده میشه. همون گپ است. ما والا زیاد کوشش کردیم. هوا میبینیم یک رقم است که تصویر صاف نمیاد. یعنی ما میخواستیم که از خود ایلت تاور تصاویر داشته باشیم که در دهلیزها بند کنیم چهار طرفش. متاسفانه که تصویرها صاف نمیاد. هوا آلوده است. دیگه ما از 4 گوشه افغانستان تصاویرهایش گرفتیم که شما دیدین به تصویر کشاندیم. دیگه این قسمت هم میریم که این سولارایش هست. بله، می‌بینیم که سیستم سولارش هست. در حدود چند تخت سولار است؟ ما تقریبا فعلا اینمیال 80 تخت سولار داریم و ما میخوایم که به 200 تخت سولار بسازیم که کل تعمیر انشالله ما برق سولاری میخوایم بدیم. کوشش ما همی است که انشالله جای برای ما یاری کنه. این کار ما حتما میکنیم انشالله. بسیار خوب میشه. این پایپایی که قسمت است حاجی صاحب اینو بخاطر اواکشاست. خب اینا اواکشای تشناباست و او که از ذخیره میره به پایان به هر واحد تقسیم میشه. از اینجا تقسیم بندی شده. شما میبینید که در تانکرها وصل است. اینجا خوب گرم است. بله، این زمستان خودش یک گلخانه است دیگه به حساب. و ذخیره‌اش میبینید که بسیار کلان که یعنی هیچ وقت انشالله بی‌او نمیشه و هر بخش یک ذخیره داره. بسیار خوب. مستقل طور نیست که کل واحدها از استفاده کنن. و این سیستم UPS است دیگه. بله، UPS هایش هست، بیتری هایش هست که میبینید که از بهترین کمپانی بیتری هایش هست و یا هم سیستم لفتش هست که کلش هم پوشانده اینجا کار کردیم. واقعا عالی است. و این ذخیره چقدر چی دارن؟ یعنی نظر به لیتر است؟ بله، یا 40,000 لیتر است، 50,000 لیتر است و آهایینش
2 میلی است که یعنی این 2 میلی از این که در بالا دیگه این نیست که ما در این کار کردیم و کلشان میبینیم که عطای زگام شده که به تعمیر خساره نرسانه. دیگه کل سیستم پایپ دوانیش و چای عمیق است که انشالله 260 متر بدان راست میاد. واقعا سطحش هم از 120 متر بالا نیست. ما از اول تا داب ما چای عمیق کندیم و امیال مثل آب مدنی ما از امو استفاده میکنیم. بسیار یک آب شیرین داره، بسیار عالی و زیباست. واقعا امو صحبت اول که حاجی صاحب گفتن دوستا که 7 سال در بر گرفت، ارزش امو 7 سال داره که با این کیفیت و با این زیبایی ساخته شده. بله، یعنی میبینید که این بامش است، ما کلش باور که سنگ تراورتن کار کردیم. کلش پایان همگیش یه تو چیز بی کیفیت ما اصلا باور کنیم که هیچ کار نکردیم دیگه. خودتان هم در تصویر دیدین که از همه چیزش در تصویر خودشان هم میبینن که نام خدا همه چیز با کیفیت عالی ساخته شده، با معیار و استانداردهای خارجی و داخلی بسیار مقبول عالی معلوم میشن. خب حاجی صاحب بسیار زیاد تشکر که ما را همراهی کردین، ولی هنوزم با ما باید باشین تا قیمت ها را برای دوستا بگین که آپارتمان ها و واحدهای ایلت تاور قیمتاش چند است. من البته تشکری از شما میکنم، زحمت کشیدین، جوان هستین، آمدین، وقتتان ضایع کردین دیگه. بازم جهان سپاس از شما دیگه. قسمت قیمت های واحدهای ما مختلف است، از $900 افتورخای نوشی ما که از 4 اتاقا تا به $700 ما 4 اتاقه داریم که 3 اتاقام تا $750 فی مترش ما داریم، با قواله شرعی، میتر برق مستقل و کتابچه صفاییش دیگه. واحدایی که افتاوش کم است مثلا برای 200-300 داره، اونا تا $700 هم داریم. من متراجاش پایان است دیگه. این $900 که من نفشا را بر شما گفتم گل تعمیر است. بله. هم از بیرونمون نقشه نمای خود داره و هم از داخل از صبح تا باشم، یعنی در یک آپارتمان بسیار مشکل است که افتاو پیدا شود که صرف قیمتای از او را از خاطر افتاوش است، روشناییش است و نمای دو طرف سرک داره. بله. دیگه اینی قیمتایش بود که من براتون گفتم که 4 اتاقه از 900 تا به $700 است فی متر مربع. بسیار عالی دوستا. قیمت ها هم که منتظرش بودین بالاخره حاجی صاحب گفتن تمامشه، هم 3 اتاقه را هم 4 اتاقه را. و حاجی صاحب بر ما ایره بگوین که راه ارتباط بینندای ما با شما کدام است؟ شماره تماس و آدرس نمیشه بگوین؟ بله، آدرس ما خو امیجا دفتر فروشات ما در خود ایلت تاور است که همه روزه ما از ساعت 8 تا 7 شب امیجا می باشیم روزانه و شماره تماس هم داریم که ما به شما میسپاریم و شما به بینندگان عزیز. شماره تماس هم دوستای عزیز در اسکرین تلویزیونتان یا موبایلتان میتونین ببینین و راه ارتباط شما با مرکز فروشات ایلت تاور میباشن. همچنان حاجی صاحب یک چیزی که من متوجه شدم در هر منزل که سیستم اطفایی هم در نظر گرفته شده. بله، این خود در هر ساختمانی که ساخته میشه استانداردش سیستم اطفایی باید از باشه که ما خوشبختانه جور کردیم. از پارکینگ منزل اول که ما عمومیش نصب کردیم که موتر اطفایی اونجا پایپ خود وصل میکنه و در هر واحدی که خدای نخواسته یک حریق آتش سوزی می باشه از امو واحد پایپ میگیره و شما صندوقش گرفتین که بسیار زود میتونن رسیدگی کنن. به خاطر که 14 منزل یعنی اولش امکانات پایپ موتر آتش فشانی نیست و اگر باشم تا که میرسه او تعمیر ختم میشه. از او خاطر یک سیستم استاندارد است که ما خوشبختانه کار کردیم و بسیار یک چیز مهم و ضروری میباشه. یک سهولت بسیار زیاد مهم است. بله، چطوره بسیار یک یعنی در هر تعمیری که ضرور است که یکی سیستم اطفایی و یکی هم سیستم ضد حریق که در هر واحد باشه که ما خواستیم انشالله اونا رو نصب میکنیم. بازم بسیار خوش آمدین، یکی زحمت کشیدین امرای ما، وقتتان ضایع کردین. یک جان سپاس، بخیر باشین. تشکر. زنده سلامت.
خوب و مهربان. سپاسگزار هر یک شما عزیزا هستم که همیشه ما را حمایت میکنین و برنامه‌های ما را میبینین. همچنان ما هم تلاش میکنیم تا بهترین، جالبترین و ارزنده و مهمترین جزئیات و موضوعات تقدیم شما عزیزا کنیم. درباره ایلت تاوری که امروز بر شما عزیزا برنامه داشتم، یکی از ساختمان‌های بسیار زیبا در شهر کابل که همچنان منتظر کامنت‌هایتان، نظریاتتان درباره از این برنامه می باشم و انشالله که برنامه خوشتان آمده باشه. بینندای عزیزم لایک، سابسکرایب و همچنان با دوستایتان شریک بسازین. این بود برنامه امروز ما و اگر شما هم میخواین که چنین برنامه ها را داشته باشین میتونین بر ما کامنت بگذارین، ما حتما رسیدگی میکنیم. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتون.